که آدم هوا بوده؟ یعنی حداقل 1-2-3 هزار سال از این میگذره نه؟ کدام چیز از این ثبوت شده که آن ما را خدا جور کرده که از آدم و هوا؟ امی شده؟ نشده. آیا نظر داروین درست است؟ من خودم به او معتقد نیستم، اما عملا در نظر داروین یک ساینس موجود است. من خودم معتقد نظر داروین نیستم و باور ندارم که مادر رشد کرده، یکی ما شادی شدیم، یکی ما آدم شدیم، یکی خر شده، یکی اسب شده، باز آدم هم که شده، یکی شفیعار شده، یکی خودت شده، تفاوت ها. یعنی من این باور ندارم، اما به این حداقل یک ساینس وجود داره. آقای عیار، شما داروینیسم قبول ندارین، داستان آدم و حوا را قبول ندارین، بفرمایین اعتقاد خود بگوین. خیر، اعتقاد من برات میگم. اعتقاد من ایست که انسان به هر طریقه، یا اگر رشد کرده یا اگر خلق شده، به یک رقم خلق شده که قدرت فهم خالق خود نداره. او خالق ما، او خالقه که مردم فکر میکنه که خلق کرده آدم سوال ما درباره خالق نبود. سوال ما درباره خالق نبود. باشین از صبح یک دخترک نورد دیگر بچه خوار بیادره که دیگر عرصی میکردن تا که نفوس بشر زیاد شده چطور کنی. یعنی دهی هیچ گونه منطق وجود نداره، ساینس وجود نداره. ساینس نه که منطق وجود نداره. یعنی نظر به این قصه آدم و حوا، اولی که خود حوا دختر آدم است به خاطر از قوارغه چپش برآمده، باز بعد از او اینا با هم دیگه یک جای میشه، صبح یک چوچه میتن شو دیگه. ده هیچ گونه آقای عیار، من نگفتم داستان آدم و حوا را برای من قصه کو، من گفتم اعتقاد خود بیان کو که تو چی را قبول داری. خب اینم ما برای خودت میگم، ما برات گفتم خودت متوجه نشدی. خود متوجه نشدی. متوجه هستم. 5 دقیقه درباره اعتقاد خودت صحبت کو، 5 دقیقه مکمل درباره اعتقاد خودت صحبت کو، من گوش دارم. ای حتی 5 دقیقه کار نداره. ما برات باز میگم سعی کن این نقطه را خودت به 2 نقطه تمرکز کنی، نقطه سوی من هم میفهمی. ما گفتم اگر ما رشد هم کردیم یا اگر خلق هم شدیم، با یک رقم رشد کردیم یا خلق شدیم که خالق خدا نمیتونیم ثبوت کنیم و رشد خدا هم نمیتونیم ثبوت کنیم. ما خالق میشناسیم، من تنها درباره خلقت پرسان کردیم. اینمی خودش یک تئوریست، خودت متوجه نشدی که ما ضعیفتر از او خلق شدیم که بفهمیم که ما چطور خلق شدیم. ما عقل ما با همه سرعتش با او سه کار نمیته که عطا بفهمیم که این دنیا چقدر کلانه، از کجا شروع شده، در کجا ختم شده. سعی کن حتی ما تصور نمیتونیم که دنیا چطور شروع شده، زمان چطور شروع شده، ختم میشه. زمانی که میگی ما خودت قرار میتی یا تمام علمای جهان جمع میکنی با خودت منعیس علمای جهان. برای ما بگو که دنیا به نظر خودت در کدام مثل ختم میشه؟ من نظر شخصی خودت بگویم یا نظر علما را بگویم؟ منعیس علما. باز تو هم باید پس یک چیز واضح شد. تو پشت من نگرد، خودت برای ما نه خیره پشت تو میگردم. آقای عیار، خودت گفتی که تو اصلا نمیفهمی که یا از آدم و حوا انسان به دنیا آمده و انتشار یافته و یا هم من حیث عقیده داروینیسم به وجود آمده، درست؟ یعنی بین از این دو دانه خودت میخوایی که حتمی من یکی از این را قبول کنم؟ نه من نمیخوایم. من گفتم تو میتونی انتخاب سیومی را داشته باشی، لیکن خودت انتخاب سیومی نداشتی. وقتی که در بین 2 آپشن که در سطح دنیا مطرح است، یکیشام انتخاب کردن نمیتونی و یکیشام برای تو قابل قبول نیست، پس حتما باید انتخاب سیومی را داشته باشی و یا باید اقرار کنی که تو خودت 60 سال از 50 سالت است اصلا نمیفهمی که تو و موجودات دیگه چی رقم به میان آمده. یعنی خودت درباره از این که انسان چی رقم به دنیا آمده اصلا فهم و درک نداری، درست؟ کاملا این گپ شما درسته. من مردم اعتراف میکنم که من خودم اینمیال ضعیفتر از او هستم که بفهم که خالق ما کیست، چطور مرا خلق کرده، چرا مرا خلق کرده. من تنها عدس و قیاس میکنم که به ما که عقل دادم مانای چیز که شفی تو را خلق کردیم تا که خودت سیاه و سفید دیده بتانی.
با ما صحت داده، سلامت داده، دست و پای داده که شفیع خودت بتانی برای خود زندگی جور کنی، گداییگر نباشی. این همه قشم میفهمم. از این بالا که دیگه با چی دلیل مرا جور کرده اوش من نمیفهم. ای را اعتراف میکنم. اینا خودت که میفهمی بگو بر ما. باشه من تشریح میکنم. آقای عیار، خودت نام ریچارد داوکینز خو شنیدی درست؟ بخانم خودت هنوزه حاضر نیستی که تشریح کنی، تشریح کردن رو نمیفهمی. در اینجا 2 ساعت 3 ساعت وقت نیست. که همون چیزی که گفتی من گفتم که من اعتراف میکنم که من نمیفهمم. دیگه از این که زیادتر چی میخواستی؟ ما با تو میگم که خداوند که ما را خلق کرده ضعیفتر از او خلق کرده که بفهم خدای ما کیست. یعنی این نظر ما همی میتونه یک تیوری باشه، همی خودش یک تیوری است، اما خودت دمی 2 نقطه بند هستی. یا داروین قبول کو یا قبول کو که از آدم و هوا آمدی. چطور از آدم و هوا؟ در داروین خو یک کمک ساینس است که اینی پرنده مثلا در اینی منطقه که بودن پردیتر نداشتن، آیسته آیسته بالایشان از کار رفتید. مثلا این دم به کار نداشت، دم از بین رفت. به همین ترتیب نشان میده یک ساینتیفیکلی که یک چیز رشد کرده، یک چیز را که نیاز نداشته دیگه استفاده نمیکنه، برعکس یک چیز را که ضرورت داشت آیسته آیسته درش به وجود آمده. اما در قصه آدم و هوا، آدم که هوا جور کرده، باز آدم و هوا را از اول گفته که هیچ آله تناسلی تانه نبینین، باز واقع سیب یا گندم خورده، باز آله تناسلیشان آمده، باز خدایکشان قار شده، باز یار انداخته در زمین، باز شیطان هم کتشان رایی کرده، گفته برو یار بازی بده، باز ما را گفته اوش که بازی نخورین، باز در اینجا که آمده منال در اینجا میلیون‌ها شیطان هم کت ما هسته. حالا معلوم نیست که خود ما شیطان هستیم یا شیطان ها شیطان. بازی آدم و هوا کت یکی دیگه که جور آمدن، صبح یک چوچه میدادن، شب دیگه باز او دوتا دم یک روز کلان میشده، باز عروسی میکنن خوار بیادر. یعنی نسل انسان نسل ارامی خوار بیادره. این حال کجا از این میره من قبول کنم که تو میگی یا ای را قبول کن یا او را؟ من اینقدر هوشیار نیستم، من معلومات ندارم که نظر داروین قبول کنم. من اینقدر لوده نیستم و اینقدر بی معلومات نیستم که نظر قرآن قبول کنم که یا ادیان دیگه با گفته خودت که آنه آدم و حواست. و تو در این مکم بودی که دیده تا که نیستی خیلی لوده هستی، بارا ما لوده. نگفتن همون دفعه دیگه که زنگ زدی دیگه بسیار عاشق نرو، بگو این نظر مست. ما برات بخصوص که ما برات گفتم که اعتراف میکنم که ما یاد ندارم.